علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولوی صاحب احسان هستین؟ مولوی صاحب احسان هستین؟ بله 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 چی حال دارین؟ خوب هستین؟ درس بودیم زنگ تمام بود جور است انشاءالله صحت خوب است. شکر الحمدلله. بسیار معذرت میخوایم مزاحم درستان شدیم. خواهش میکنم. سلامت جناب مولوی صاحب یک سوال برای ما پیش شده بود چون از ذره مهم بود گفتم باش که مزاحمتان شام در این مورد یک کمی معلومات چیز جزئیات ما بر شما میگفتم و معلومات شرعیش شما پرسان میکردم. همین برنامه میتا مکس شنیده باشین، یک برنامه مثل یک برنامه تجارتی از مارکتینگ یا بازاریابی. او برنامه قسم است که برنامه و سیستم های مختلف داره. این کس جور کرده در کانادا و سیستم $90 داره، $300 و تا $600 بالاتر. باز اون محصول تو خریده میشه، هر محصولش خریده میشه، مثلا $90 شما میخرین، $90 شما میگیره به 3 ماه. این وقتش به 3 ماه و در اوجا باز وقت وارد سیستم میشین اوجا بعد از اینکه پیسه را تحویل کردین باز ویدیوهای برند است، مثلا کمپانی های بسیار معتبر است، آیفون از گلکسی است، کوکاکولا است و امثالش اعلانات است، 1 دقیقه نیم دقیقه. باز اونمو اعلانات شما میبینین چون همو بیننده از او بالا میره، دیگه اون محصول جهانی میشه و یک 5 ستاره که به با بسیار ارزش داره داده میشه. در بدل از او هر ماه اونم 90 را که شما خریداری کردین هر ماه به 3 ماه $90 براتون فایده میایه که در 3 ماه $270 میشه. بعد محصول نمی 3 ماه وقت داره، بعد از 3 ماه پس دوباره بسته میشه. شما باید از باز خریداری بکنین به خاطر بازاریابی و تجارتتان از استفاده بکنین. و اگر روز شما کار نکنین، مثلا روزی که شما ویدیو نبینین و روزی که ستاره را نتین محصول از واره چی نکنن به حساب مارکتینگش یا بازاریابیشه، بر شما پیسه نمیته. ولو این 3 ماه اصلا هیچ استفاده نکنین، یک افغانی هم نمیتیتان. اگر ویدیوهاش هر روز ببینین اونم که پیسه میته. اگر 5 ویدیو حق دارین 2 تا ویدیو ببینین به اونم اندازه پیسه میته. دیگه خواستیم که در این مورد یک چیز معلومات اگر شما اصلا این طرف سبیلانه که اینمی ویدیو دیدن باعث پیسه میشه. بله. یعنی اصلا طور که پیسه میده فقط به دیدن ویدیو پیسه برات میده. بله. در مقابل اونمون 90 روپیه که تو دادهی در مقابل از او برای تو پیسه نمیده. بله. چرا اگر ویدیو نبینی هیچ پیسه برات نمیده. بله. بنابراین اونمون 90 روپیه که تو جمیتی او به حیث تضمین است، یک تضمین است یا داخله است. بله. مثل ما شما که داخله میکنیم در مکتب، بله. یک مقدار پیسه را از شما میگیره که تو در اینجا داخل شوی. او به حساب فیس داخلیشان است یا به حساب تضمین است. بنابراین طور که چی میته مفاد در مقابل اینمی دیدن ویدیو میته که ویدیو را تو میبینی. بنابراین در اینجا این اجره تو شد در مقابل دیدن ویدیو که تو وقت تا ضایع میکنی، البته امبی تا مصرف میکنی و ویدیو را میبینی و باعث از این میشه که برای اونها خریدار پیدا شود، تشهیر شود، شهرتش پیدا شود. برای از ما اینا میفاید است و برای تو اینمون وقت ضایع میشه، در مقابل ازی برای تو پیسه میده. بنابراین این پیسه در مقابل اونمو پیسه که تو داده در مقابل از اون نیست. اگر در مقابل از اون میبود باید بدون ویدیو دیدن هم برای تو میداد، خونه میده. بله. به همین اساس این یک عقد جایز است. در این شکل نیست که جایز است، یعنی سود نیست، سود خو نیست. به خاطری که پول را در مقابل عمل میته برتان که عملتان دیدن ویدیو است. بله. ولی یک مشکل دیگری است که ممکن این برنامه یک فریب باشه، فریبکاری باشه. بله. فریبکاری باشه. بله. فریبکاری به این معنا که این مردم را ترغیب کنه، تو هم دیگران را ترغیب کنی، بالاخره این زیاد مردم $600 داخله بکنه، زیاد داخله بکنه، بالاخره باز اینها این برنامه را کلا بند کنه. در اینها با زیاد پیسه میمانه. این میتونه یک خداع و فریب خواه است، چرا که اینها برای افغانستان بانک کدام تضمین نداده. تضمین داده باشه که اگر اینها فرار کنه که پس اینها را باز بخواه و حق مسلمانان را توش بگیره. چون به تضمین است و به افغانستان بانک اینها تضمین نداده، یک فریبکاری است ولی اما سود نیست. خداوند شما را خیر بده، بخیر باشین. حالا خب اکثر جوانان پرسان می شما خونه میفهمین که وقت
هست که بسیار زیاد جوانا در یک شرایط ناگوار اقتصادی برخورد کردن و نمیتونن یا پانتون میخوانن یا تحصیلات یا خانه. قراره که من معلومات دارم بسیاری جوانا تا فعلا خویی بسیار وقت هم میشه میگن که از مکمل وسط دنیا که 42,000 بیننده داره و تقریبا 1 سال است که فعالیت داره در افغانستان، یک 5-6 ماه میشه و در 5-6 ماه حدودا تا 40,000 دلار و 30,000 دلار، 35,000، 20,000، 15,000 دلار هم مختلف بچه عاید کردن از این و از این صاحب خانه شدن، موتر شدن، زندگی شدن، اقتصاد شدن. اینی موضوعاتش هم چی است؟ از او خاطر گفتیم که یک چیزی اگر زیاد حرام نباشه یا ای که زیاد دو موضوعات مفاسده نباشه. به حساب سود بالکل نیست. سود به خاطر نیست که سود میگه زیادت بلا عوض را. بله. زیادتی که در مقابل مواد را ببری تو بده ولی عوض نباشه، بدون عوض بده، این سود میگه. بله. ولی اما اینجا فقط پول را در برابر دیدن ویدیو و وقتی که تو مصرف میکنی و ویدیو را میبینی، نمی در مقابل نمی عملی تو پول میتبره تو. این محترم جناب مولوی صاحب، وقت ما اگر تجارت هم بکنیم بعضی ها تو قیاس میکنن، سوال میکنن، میگر ما وقتی که دکان جور میکنیم در دکان هم خو طور تضمین وجود نداره. مثلا ما تجارت را آغاز میکنیم که تضمین نیست 100% که آیا ما فایده میکنیم یا ضرر میکنیم، یا ای که دکان است مثلا حریق میشه، شب میشه، صبح میشه که او حریق میشه، یا ای که در نقشه میره میاله چقدر مردم خساره کردن، یا ای که شب مثلا دزد میایه همیشه میبره و چقدر ما را متضرر میسازه. اینمی در تجارت هم نه تو خواسته خب مطلب ایسته که همون کسی که دکانداری کنه قرض مردم بالای 60 بازو خود گرفتن کنه و گیر میکنه. البته سند از پیشش میگیره، یک سند عرفی یا سند شرعی، اما اینمی کمپانی تضمین نداده برای افغانستان بانک که اگر اینها فرار کنه که بازپس بخواهش حق مردم از پیشش بگیره. که فرار کرد و اینمی که برنامه را بند کرد، اما 40,000 نفر که میشه $600 یا $500 یا $400 درش داره، برمون همه به نظم میمانه خلاص شد. ممکن که او کم مصرف کرده باشه ولی زیاد ببره از پیش مردم. ای خود شما گفتن یک خدعه و فریب از جانب او کمپانی است. البته اینایی که استفاده میکنن فعلا استفاده که میکنن و منافع بردن بر از یا چی؟ یا در گناه هیچ کدام گناه نیست. مشکل خب برای از هیچ نیست، سود نیست، بانک از پیششون فایده بگیره، هیچ گپی نیست. ولی اما این طور است که بالاخره اگر اونا فرار کنه پس مشکل است که اینجا زیاد مردم را در این دام مثل که برای پارتی و دام بندش کنی. اینطور نمی این خو حیثیت چی را چطور جناب مولوی صاحب حیثیت قمار را نمیگیره؟ قمار خو نمیگیره که مثلا پیسه را در خطر انداخته؟ نه هیچ قمار نیست. قمار به خاطر نیست که در قمار اینطور است که تو یک چیزی را برد و باخت میکنی، شرط میمانی که اگر تو بردی از تو اگر ما بردیم از ما. اینجا خود نیست. اینجا خود ظاهرا بایدان گفتن که بیادر کار جاری است، مشکل روان راست و اجتنابی نیست و توی نمی ویدیو را ببین در مقابل نمی ویدیو نکنه پیسه ما باید تو ماهانه روان میکنی. اینطور است. قمار خود نیست. چرا که این کار خود توی یک حدس میزنیم. طول برای ما کمپانی تو نگفته که ما میگریزیم. بله. و اینطور معلومات هم نشده. خود یک حدس هست، یک فکری هست که ما اینطور فکر میکنیم چون تضمین نیست ایجا. در میدان قمار که یک چیز گمان غالب است دیگه که میفهمی که نه قمار است، ایسو میشه در قمار خود یقین است، بالکل سرتیزان اینجا پرد و باخت است. اینجا از من شرط میمانی که اینا اگر تو برنده شدی این قدر پول تو میبری، اگر ما شدیم ما میبریم، اینطور خود یقین است. اینجا نیست اوگم. اینجا یقین به بودنش است و گمان به رفتنش است. الیقین لا یزول بالشک. بله الیقین لا یزول بالشک است. بله اینجا چیزی یقینی است، ولی سر متحقق است، ولی اما رفتنش یک شک است. خلاصه که سود نیست، مشکل نیست. جزاکم الله خیرا جناب مولوی صاحب. بعض دوستا تقاضا میکنه از من تلفنم اتومات ریکارد میکنه، چون المجالس بالامان است دیگه. اگر باز اجازه تان باشه که بعض دوستا خواست اجازه صدای تان باشه که برشان بگویم که اینا قدم مولوی صاحب من صحبت کردم که اونا را اگر اجازه شما باشه با صدای تان با اونا بشنوانم. بالکل ما نظر به اصول شریعت یا اصول فقه موضوع خیلی میترست که این سود گفته
میتونه. بله بله. چرا که این در عوض دیدن ویدیو برای ما پیسه میده. خودت هم گفتی که اگر ویدیو رو نبینی ايش نمیده. بله خب این معلوم شد که فقط این اجرای دیدن ویدیو ماست. خدا کنه که ارزان است که قیمت سوق خودش هست. این یعنی بلاعوض نشد. آره یک سیستم دیگه هم از جناب مولوی صاحب فعلا در عصر تکنولوژی هستیم. ما آنتی ویروس میخریم ضد ویروس به خاطر کامپیوتر خود. این آنتی ویروس قسمی است که سریال نمبر از طرف کمپانی خریداری میشه. اگر نه سی دیش از خودش به درد نمیخوره، پروگرام از به درد نمیخوره. وقت شما 1000 یا 2000 یا کمتر و زیادتر سریال نمبرش خریداری میکنین، به 3 ماه وقت می داشته باشه یا به 1 سال وقت یا به 6 ماه وقت می داشته باشه. او را وقتی که 6 ماه شما استفاده میکنین چقدر که در او کامپیوتر از او منفعت میبرین و کار خودتان است. اما زمانی که وقت از او پوره میشه او اکسپایر بشه مجبور هستین شما پس را دوباره خریداری کنین. اینمی برنامه که من توصیه میکنم مثل خریداری وارز. برنامه $90 شما وقتی که خریداری نکنین وارد از سیستم نمیشین. شما باید $90 بتر خریداری کنین، بعد از او استفاده کنین، نفع ببرین. یعنی فقط این درست مثل که جواز میخری. جواز میخری. باشد یک یعنی فقط این درست مثل که جواز میخری. جواز میخری. باشد یک دواخانه را تجور میکنی، دواخانه را که جور تو که جواز با حکومت نتی نمیتبری. بله بله. این خریدن هم حق جواز است. حق جواز البته خرید جواز داره. این بالکل جواز داره، در شریعت رواست. مشکل خداوند شما را زنده داشته باشه. جزاکم الله خیرا. خداوند خیرتان بده. مزاحمتان شدم. زنده باشین جناب مولوی صاحب. چیز امر خدمت باشه با ما. کامیاب و موفق باشید. زنده باشین. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.